سلام، برگشتیم با یه قسمت دیگه از سری ماینکرافت سروایوال جاوا. حالا امروز قصد دارم یه غلطایی بکنم، یکم بیشتر از قسمت قبل، شاید در همون اندازه، شاید بیشتر، ولی بیشتر هدفم ترزم بیشتر هدفم اینه که این قسمتی کم به ظاهر بیس برسیم. یه جلد گاووسفند بیارم، یه دونه فارم خیلی کوچیک دم دستی غذا بسازم، از اینو که گاووسفند توش میذاری بعد بهشون غذا میری تکثیرشن بعد میمیرن. آقا خلاصه بگم توی یه دونه بلاک چند تا گاووسفند رو زندانی میکنیم، بعد بهشون غذا میری. بیشتر از یه تعداد خاصی نمیتون توی یه بلاک باشن، به خاطر اون میمیرن، به خاطر اینکه تعدادشون از یه حدی بیشتر شده. بعد که مردن، حالا اون گوشتشون این چیزا میره توی چست. بعدش هم اگه بشه میرم دنبال دایمند. البته قصدم اینه که برم تمام وسایل دایمندیوم از ویلیجرها بگیرم. حقیقتش الان تنبلی میاد بخوام با اون ویلیجرهای احمق سر کله بزنم، چون هم تعدادشون کمه باید زیادشون کنم، هم باید یه بیس واسهشون بسازم. در کل این که آره، ولی خب 100% یه سر به غار میزنیم با هم، بریم ببینیم چی رو پیدا میشه. خب اولین کار اینه که اینجوری که من گوش کنم. جایی که سیب داشتم کاشتم، اینجا رو بعدم باید انگوش کنم بکارم. اینطوری نیست که نخوام بکارم، من انقدر رو باشم. الان چیز دیگه ای که مونده اینه که باید کلی چست بسازم. این خونه ارزش این قسمت پایین کلن چست نیست داره. پشمام پشمام دو که نمیتونم در برم دیگه. صحیح. رخ کارا ببین. قشنگ مطمئن برم اینجا قضیه که اینا چه عجب یا بس احمق نفهم. یه خیالو داده گاو داریم، توقع داشتم گاووسفنده با هم جفتگیری کنم. به احتمال 99.9% الان همه چیز درسته. البته اگه منم که همیشه چیز دارم که چیز خرابش کنم، یه
دلیلی واسه اینکه گم بزنم هست. اینو باید اسلپ بزنم که این چسته باشه. دورشم چه صدا میاد. اینجا با سی بلاک بذارم که گیرشون بندازم اصول. اینجا می بلاک بذارم که گول بخوره. گول بخورن که نمیتونن از این بالا بیان دیگه، میفتن این صورت هم. یه زنه میخواد آره درست. متاسفانه تنبلی میاد وگرنه کل این دیپ استیت ها کلشو نه یه مقدار زیادی از این دیپ استیت ها میکندم. دیپ استیت اسمش دیگه، کابل دیپ استیت. خلاصم برمی داشتم قسمت های خونم که با استون ساختم و سر زامبی هم صدا میاد. هر جایی که با چیز ساختم، آهن ساختم و ای قاطی کردم ایو. هر جایی رو که با سنگ ساختم با این دیپ استیت هم ساختم. سیاهش خیلی قشنگه لاماس. دایمند اولین دایمند این سری بیشتر از یکی بود. جان ناموست مادرتو. زهر مار با مغز ما رو خوردن. اسپانر اینجاست مگه؟ صدا زامبی میاد.
یه تروش بذارم حالا ما بسمان نشه، ولی میگم اونجا باید قطعا یه دونه چیز باشه. این بلاک زیرش همینو میگفتم، یه ساعت رفت رو اعصابم. دوستم بیارم بخوریم تموم شد. میگم این صدا باید برای اسپانر یه چیزی باشه، سری بزنیم تا چیزی نیومد. فعلا که اینا رو دست نمیزن، ولی یه اسکرین شات از موقعیتش بگیرم. بعدم میشه یه سر بزنم. فرم زیاد جالبی ازش در نمیاد، ولی خب از چی بهتر اول کار. تو هم بیشتر از یه تونه بودی.
چست پلیت خشتک ای بابا ریدم. هم خدا این که دارم درست میکنم انگار دارمش ولی حواسم نبود اون دست خودی خیلی کاری که شد دیگه. حالا شمشیر که فعلا نیاز نیست. فرقی ندارم اصلا فکرشو نمی کردم همین الان به دایموند برسیم، مثلا قصدش نداشتم. بیشتر میخواستم این قسمت بریم فقط آهن ماهن جمع کنیم که من دیدم یک هم آهن داشته باشم برای ساختن چیز، یه چند تا دونه زرمان آهن داشته باشم برای ساختن چند تا دونه، بس چند تا دونه از این اسمشم یادم رفت، هاپر چند دونه واسه همون میخواستم داشته باشم ولی خب به دایمن رسیدیم. حالا سعی میکنم برم. حالا چیزی جذابی نیست که بخوام تو ویدیو نشونش بدم. یه لحظه اگه یکم تنبلی بذارم کنار، میرم یه سگدونی واسه اون ویلیجر درست میکنم که ویلیجر تکثیر کنم. اصلا چیز خفری نمیخوام بسازم براشون تا وقتی که ویلیجر زیاد شنه یه تریدینگ هال بسازم. حالا برنامه‌ای که دارم یکی اینه ولی بعید میام قسمت بعد به این چیزی که الان میخوام بگم برسیم. اصلا بگم یه دونه فارم اومی اسپاتل همون که از رید میگیریم، برای همون که میگیریم برای رید افکت بد اومن میده هیش. آره به افکت بد اومن اون افکت رو با میده. حالا الان اون افکت رو دیگه خود با کشتن اون پیلیجر رویجری چیه با اون خود اون قاطی کردم با کشتن اون افکت به دم دیگه دونه اومی اسپاتل میده، اونو میخوره افکت میگیره. بعد اون بریم یه رید فارم بسازیم، یه رید فارم خیلی طبعا درست حسابی. حالا من کم سعی میکنم به سر روی اینجا می دستی بکشم از این بعد زر بیاد ولی باحال شده اونقدر نه، ولی خب از اون سادگی در مانه. یه عکسم بزنیم برای تامنیل. خب تا ویدیوی بعد.